مرکز سلامتی رقم 5 شهر خوجند. لیفت کار نمیکند. منم بیمارو با همین حالت و آشنه های بلند میبرم. این مرکز سلامتی بیماران رو شفا میبخشد یا اینکه برعکس حال؟ طول یک ماه است لیفت مرکز سلامتی رقم 5 شهر خجند کار نمیکند. مردم خیلی سرسون و سرگردان همه شکایت کرده ایستادند، ولی خودی سردکتر رو ما در جایش دریافت کرده نتونستیم. حتی از گفت کارگران طبی همین مؤسسه مرکز سلامتی سردکتر کار نمیکند و غیر از گذراندن مجلس دیگر کار نمیکند. اکا چقدر شد لیفت کار نکنید؟ شد تگه نشد؟ نه چند خواهد شد کار نکنید؟ یک هفته سلامت باشید. نه همین دیوشید دیوشید نکنید چطور کار نکنید؟ چند خواهد شد نکنید؟ موتور شفتگی و شفتگی همشه دیمان کاملی کنید اونوان کلوم آدم هم شخصی بکنید با سیساسون کنید اون آدم نشونم کنید. من باید این مسئله سردکتر برطرف کند که خیلی سردکتری مؤسسه در زمان شد. ما نمیشه کنم نمیشه کنم من هیچ تعمیل میرم از من دیدم چقدر نفرهای بیمار هستند که امین از لیف استفاده بردن نتونسته به نهایت در حالت وزنی قرار گرفت. مردم در حقیقت در عذاب است. شما مسئولین لیفت هستید؟ من لیفت ما خودم یعنی که سال کار کردم 300 تو شد 50 خدا اخوانم کردم اما اوندا وای کنم من میگم روی شنبه زندگی متر کردم رفتگی متر رفتگی بعد از اون روی بده خنده برام شخصی سردکتر برای چی این مسئله برطرف نمیکنه؟ خود وجودم رو نه باشم اما اچ مجیدم نه ما خودم نمیشه اینجوری